تاریخچه پول. پول نامی آشنا که بیشتر مردم کل زندگی خود را در راه به دست آوردن آن صرف می کنند و معمولاً 90% انسانها هیچگاه آنطور که باید آن را به دست نمی آورند. بسیاری از ما حتی درک درستی از ماهیت آن نداریم و با این وجود ملاک و معیار سنجش همه چیز را پول قرار می دهیم. قطعاً همه برای ادامه زندگی به پول احتیاج دارند، اما بهتر است قبل از صحبت کردن در مورد نحوه به دست آوردن آن یک بار برای همیشه ماهیت پول را درک کنیم. پول یک قرارداد مابین آدم هاست که به عنوان یک وسیله تبادلی و ذخیره ارزش باید برخی ویژگی ها را داشته باشد تا بتواند کارایی خود را انجام دهد. برخی از ویژگی های مهم پول عبارتند از قابلیت خرج کردن. پول باید توسط افراد و نهادهای مختلف به عنوان وسیله‌ای برای تبادل کالاها و خدمات قابل قبول باشد. انتقال پذیری. پول باید به راحتی بتواند از یک فرد به دیگری منتقل شود، به طوری که انتقال آن بدون مشکلات و تأخیر انجام شود. قابلیت تقسیم پذیری. پول باید قابلیت تقسیم شدن به واحدهای کوچکتر را داشته باشد تا بتواند برای معامله‌های کوچک و بزرگ استفاده شود. پایداری ارزش. ارزش پول باید پایدار و قابل اعتماد باشد، به طوری که در طول زمان ارزش آن تغییر نکند. قابلیت شناسایی. پول باید به راحتی قابل تشخیص و تفکیک از دیگر اشیا باشد تا امکان جلوگیری از تقلب و جعل آن فراهم شود. قابلیت ذخیره سازی. پول باید به مدت طولانی قابل ذخیره کردن باشد بدون اینکه ارزش آن کاهش یابد. قابلیت بازیابی. افراد باید بتوانند به راحتی پول خود را بازیابی کرده و از آن استفاده کنند و این فرایند باید مطمئن و امن باشد. این ویژگی ها باعث می شوند که پول به عنوان یک وسیله مؤثر برای تبادل ارزش و انجام معاملات اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد. با اندکی تفکر متوجه می شویم که پول‌های رایج امروزی برخی از ویژگی‌های گفته شده را ندارند و برای درک علت این موضوع لازم است تاریخچه به وجود آمدن پول را بررسی کنیم تا متوجه علت شویم. دوران اولیه و تبادل کالا با کالا. در دوران اولیه تاریخ، انسان‌ها برای تأمین نیازهای خود و معامله از روشی به نام تهاتر یا تبادل کالا با کالا استفاده می‌کردند. تهاتر به این صورت بود که افراد محصولاتی که تولید کرده بودند را با یکدیگر معاوضه می‌کردند تا نیازهای هم را برطرف کنند. مثلا شخصی که گندم داشت و سیب لازم داشت، سراغ پرورش دهنده سیب می‌رفت و مقداری گندم به او داده و در ازای آن سیب دریافت می‌کرد. تبادلات کالا با کالا بسیاری از نیازهای روزمره را برطرف می‌کرد، از جمله مواد غذایی، ابزار، لباس و سایر موارد ضروری که برای زندگی لازم بودند. این نوع تبادلات اساس تجارت و معامله در دوران‌های اولیه تاریخ بود. اگرچه تهاتر در دوران اولیه یکی از راه‌های اصلی تبادل بود، اما با پیشرفت جوامع این روش معایب خود را نشان داده است. برخی از این معایب عبارتند از عدم انعطاف پذیری. در تبادل کالا با کالا ارزش واقعی محصولات مشخص نبود و معیاری برای سنجش ارزش کالاها وجود نداشت. مثلا ممکن بود ارزش 1 کیلو گندمی که میخواست با 1 کیلو چای معاوضه شود برابر نباشد و همین خاطر این نوع معاملات بسیار پیچیده میشد. عدم مقیاس پذیری. تهاتر با رشد جوامع کارایی خود را از دست داد، زیرا ممکن بود صاحب کالایی که شما به آن احتیاج داشتید به کالای شما نیاز نداشته باشد و این معامله را دشوار می‌کرد. بعضی از کالاها قابل تقسیم به قسمت‌های کوچکتر نبودند. مثلا صاحب یک گوسفند که به 1 کیلو پرتقال نیاز داشت نمی‌توانست یک دسته گوسفند را قطع کند و به پرتقال فروش دهد. مشکل دوام. بعضی از کالاها در طول زمان امکان داشت خراب شوند یا ارزش خود را از دست بدهند. این باعث می‌شد که افراد بخواهند کالاهای خود را بدون تأخیر مبادله کنند و از طرفی ممکن بود در آن لحظه تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد. به خاطر موارد گفته شده بشر به فکر ایجاد راه حل افتاد و این باعث شد اولین مدل از پول خلق شود.
که به آن پول کالایی می‌گفتند. استفاده از پول کالایی. برای سهولت در معامله پول کالایی اختراع شد. در هر کشور کالایی که کمیاب‌تر و مورد قبول اکثریت بود به عنوان پول مورد پذیرش قرار می‌گرفت. در بعضی مناطق مثل مصر و آفریقای مرکزی از نمک به عنوان پول کالایی استفاده می‌شد یا در بین النهرین از گندم استفاده می‌شد و در برخی نقاط از طلا و نقره. به این مدل از مراوده تهاتر غیر مستقیم هم گفته می‌شود. مشکلی که وجود داشت این بود که پول‌های کالایی فاسد شدنی بودند. از طرفی پول‌های کالایی در کشورهای مختلف متفاوت بود و این باعث ایجاد مشکلاتی میشد و نیاز به کالای واسطی بود که مورد قبول همه باشد و از طرفی سخت به دست آید و فاسد شدنی هم نباشد. پس خیلی زود تهاتر غیر مستقیم هم کاربرد خود را از دست داد و بشر وارد فاز جدیدی از مراودات شد. پیدایش و تکامل سکه ها. با پیشرفت جوامع و تکنولوژی بشر طلا و نقره را تبدیل به سکه کرد و این نقطه عطفی در تاریخ تکامل پول بود. طلا و نقره به علت کمیاب بودن، فاسد نشدن و سختی استخراج خیلی زود توسط اکثریت مردم به عنوان پول رایج مورد استفاده قرار گرفت. از محل دقیق ضرب اولین سکه ها اطلاعاتی در دسترس نیست، اما به طور کلی در 2600 سال قبل از میلاد در محدوده خاورمیانه امروزی اولین سکه ها ضرب شدند. تا سالیان طولانی سکه ها متداول ترین ابزار معامله و داد و ستد بودند، اما مشکلاتی وجود داشت که غیر قابل اجتناب بود، مثل قابلیت تقلب. به دلیل وجود سکه های جعلی و تقلبی افراد ممکن بود در معاملات خود با مشکلاتی مواجه شوند. از طرفی همه قابلیت تشخیص سکه اصلی و تقلبی را نداشتند. حمل و نقل مقدار زیادی از سکه ها دشوار و پرهزینه بود. فرض کنید تاجری که میخواست از هند به مصر برود و تجارت کند مجبور بود حجم خیلی زیادی از سکه را بار اسب‌ها کند و با خود ببرد و این کار را سخت میکرد. سرقت و دزدی. به دلیل ارزش زیاد سکه ها آنها هدفی برای سارقان و دزدان بودند و در صورت سرقت امکان پیگیری آن وجود نداشت. به خاطر مشکلات موجود نیاز به سیستم پولی جدیدی احساس می‌شد که مسائل سیستم‌های قبلی را حل کند و نتیجه آن خلق سیستم تبادلاتی جدیدی در انسان‌ها بود که نامش را بانکداری گذاشتند. پیدایش پول کاغذی و بانک‌ها. ایده شکلگیری بانک‌ها در ابتدا این بود که مردم طلاهای خود را نزد فرد مورد اعتمادی امانت گذاشته و در ازای آن رسیدی دریافت و در معاملات خود از آن استفاده کنند. این گونه نیازی به حمل سکه‌های سنگین و تحمل ریسک سرقت و دزدی نبود و به علت ماهر بودن فرد امانتدار امکان تقلب کمتر می‌شد. از آن طرف شخصی که رسید را دریافت کرده بود می توانست هر زمان که می خواست طلاهای خود را از امانتدار پس بگیرد. رفته رفته استفاده از این رسیدها آنچنان رایج شد که دیگر کمتر کسی برای دریافت طلای خود نزد امانتدارها که همان بانک‌های امروزی هستند می رفت و اکثر مردم با همان رسیدها معاملاتشان را انجام می دادند. این گونه بود که رسیدها به اسکناس تغییر نام داده و پایه و اساس تمام مبادلات مالی شدند. خیلی زود بانک‌های مرکزی به وجود آمدند و دولت‌ها کنترل چاپ و عرضه پول را در اختیار گرفتند. به علت متفاوت بودن سیاست‌های مالی در کشورهای مختلف، دولت‌ها بران شدند تا توافقنامه‌ای برای کنترل نرخ تبدیل اسکناس به طلا ایجاد کنند تا به وسیله آن مراودات مالی بین کشورها تسهیل شود. این توافقنامه نظام مدیریت پولی برتون وودز نام داشت که طبق آن کشورها ملزم بودند نرخ مشخصی را برای تبدیل اسکناس به طلا تعیین کنند. در طول جنگ جهانی اول آمریکا به همه اعلام کرد که به علت شرایط موجود صادرات خود را به جای اسکناس فقط با طلای فیزیکی انجام می‌دهد و این سبب شد حجم بسیار زیادی از طلا به ذخایر آمریکا سرازیر شود. به همین سبب پس از جنگ دلار آمریکا بسیار با ارزش شد و بسیاری از کشورها از آن برای ذخیره ارزش به جای طلا استفاده می‌کردند. رفته رفته دلار به یکی از مهمترین ارزها در مراودات بین کشورها تبدیل شد
اما دولت آمریکا به علت درگیر بودن در جنگ‌های جهانی و همچنین جنگ ویتنام بدهی‌های بسیاری به بار آورده بود و این سبب شد که در سال 1970 میلادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کنند که از تبدیل اسکناس دلار به طلا خودداری می‌کنند و به صورت یک طرفه از نظام مدیریت پولی برتون وودز خارج می‌شود و اعلام کرد تنها پشتوانه دلار دولت آمریکا خواهد بود، نه طلا. این شوک بزرگی به جامعه جهانی وارد کرد و سبب شد نظام پولی جهانی دچار تحولی بزرگ شود. خیلی زود همه کشورها از برتون وودز خارج شدند و مفهوم جدیدی در اقتصاد به وجود آمد به نام پول فیات. پول فیات در لغت به معنی پول بدون پشتوانه می باشد و به اسکناس هایی گفته می شود که طلایی پشت آن نیست. تنها چیزی که به این اسکناس ها ارزش می دهد دولت آن کشور می باشد. پول های رایج امروزی مثل دلار، درهم، ریال، پوند و غیره همه از نوع فیات هستند. کنترل چاپ و عرضه پول های فیات در انحصار دولت هاست و هر زمان که اراده کنند می توانند هر مقدار که لازم باشد پول چاپ کنند بدون اینکه لازم باشد به کسی توضیحی دهند یا طلایی را پشتوانه آن کنند. چاپ پول بدون پشتوانه سبب به وجود آمدن تورم می شود. نظام پولی فیات چنان آسیبی به اقتصاد جهانی وارد کرد که قطعاً غیر قابل جبران می باشد. بزرگترین خیانت به بشر ساخته شدن پول بدون پشتوانه بود. خارج شدن از برتون وودز و سلسله اتفاقاتی که پس از آن رخ داد بارها اقتصاد آمریکا و جهان را به مرز نابودی کشاند که از مهمترین آنها میتوان دوشنبه سیاه در سال 1987 را نام برد که ناگهان بورس آمریکا سقوط کرد و بسیاری از شرکت‌ها تا مرز نابودی پیش رفتند. یا بعد از آن بحران مالی سال 2008 بود که به آن رکود بزرگ میگویند و طی آن عملاً اقتصاد جهانی سقوط کرد و پیامدهای وحشتناکی به همراه داشت. بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند که هیچگاه پیامدهای رکود بزرگ جبران نشده و در حال حاضر دنیا به سوی یک رکود بزرگتر در حال حرکت است. روزگاری بود که پولهای فیات فقط به صورت اسکناس وجود داشت. مراحل چاپ اسکناس هم هزینه بردار و هم پیچیده بود. پس دولت‌ها نمی‌توانستند از حدی بیشتر پول چاپ کنند. اما تیر خلاص به بدنه بیجان اقتصاد زمانی بود که بانکداری اینترنتی خلق شد. در ابتدا ایده بانکداری اینترنتی این بود که مردم اسکناس‌های خود را نزد بانک امانت گذاشته و در ازای آن یک کارت الکترونیکی دریافت می‌کردند که به میزان اسکناس امانت گذاشته شده در آن اعتبار وجود داشت تا پرداخت‌های خود را به وسیله آن انجام دهند. اسکناس با وجود تمام دستاوردهایی که داشت به علت کاغذی بودن همواره در معرض آسیب دیدن قرار داشت و از طرفی نگهداری و حمل آن نیز در رقم‌های بالا دشوار می‌شد و همواره اسکناس‌ها در معرض جعل قرار داشتند. پس کارت بانکی راه حل مناسبی به نظر می‌رسید. خیلی زود بانکداری اینترنتی رواج پیدا کرد و استفاده از اسکناس کمتر و کمتر شد. اینجا بود که بانک‌ها دریافتند که تعداد افرادی که برای دریافت نقدی اسکناس‌ها به بانک مراجعه می‌کنند بسیار کم است و اکثریت با همان اعداد موجود در حساب‌های بانکی تمام معاملات خود را انجام می‌دهند. پس اگر عددهایی که در حساب‌های بانکی موجود است پشتوانه اسکناس نداشته باشند هم کسی متوجه نخواهد شد. سیستم بانکداری اینترنتی از طریق یک سرور بزرگ که معمولاً در بانک‌های مرکزی است کنترل و اداره می‌شود. این سرورها کاملاً متمرکز هستند و افرادی که آن را مدیریت می‌کنند می‌توانند هر تغییری را در آن اعمال کنند. در این سرورها اطلاعات هویتی مشتریان و میزان موجودی و سابقه تراکنش‌های آنان نیز نگهداری می‌شود. با زدن یک دکمه بانک‌ها می‌توانند هر مقدار که بخواهند برای هر حسابی پول تولید کنند و دیگر خبری از دردسرهای چاپ اسکناس نیست. واقعیتی که وجود دارد این است که اعداد موجود در حساب‌های بانکی واقعی نیستند و اگر همه مردم همزمان بخواهند برای دریافت موجودی حساب خود به بانک مراجعه کنند اسکناس کافی وجود ندارد و این بزرگترین مشکل در بانکداری اینترنتی می باشد. اگر شما یک اسکناس $100 داشته باشید
و با آن از مغازه خرید کنید و مغازه‌دار با آن اسکناس به مکانیکی رفته و مکانیک با آن لباس بخرد، باز هم ارزش آن اسکناس همان $100 است. حتی پس از انجام صدها تراکنش ارزش اسکناس کم نمی شود. اما اگر همه این فرایند توسط بانکداری اینترنتی و کارت انجام می شد، در هر تراکنش مقداری از پول بابت کارمزد کسر می شد و عملاً بعد از چندین تراکنش تمام $100 از بین رفته بود. این دلیل اصرار بانک‌ها و دولت‌ها به استفاده از بانکداری اینترنتی می باشد. هیچ کس نمی داند که چه مقدار دلار یا ریال در دنیا وجود دارد یا حداکثر میزان تولید آنها چقدر خواهد بود و با هر پول جدیدی که در این حساب‌ها تولید می شود، ارزش پول و سرمایه ما کاهش می یابد. متمرکز بودن سرورهای بانک‌ها بزرگترین تهدید برای اقتصاد است، زیرا این سرورها همواره در معرض خطر هک یا آتش سوزی هستند و چون عده خاصی آن را مدیریت می کنند، همواره امکان دستکاری و رفتار سلیقه‌ای وجود دارد. بانک‌ها تا سالیان سال انحصار نظام مالی و اقتصادی دنیا را در اختیار داشتند و در واقع مالک پول و سرمایه ما بودند. از مشکلات این سیستم همین بس که من با تصمیم خودم پولی را که با زحمت به دست آوردم نزد بانک امانت می‌گذارم، اما بانک در نحوه خرج کردن آن من را محدود می‌کند. مثلا سقف جابجایی پول را محدود می‌کنند یا اگر موجودی من از حدی فراتر برود باید حتما جهت توضیحات به بانک یا سازمان‌های مالیاتی بروم. به طور کلی در سیستم‌های بانکداری متمرکز حریم خصوصی معنی نداشته و افراد به معنای واقعی کلمه مالک پول و سرمایه خود نیستند. از طرفی بسیاری از مردم برای به دست آوردن پول عمر خود را می‌فروشند و در ازای آن پولی را دریافت می‌کنند که واقعی نیست و فقط با زدن یک دکمه توسط بانک تولید شده که گویی عمر خود را به هیچ فروختند. تمام موارد گفته شده باعث شد که عده‌ای به فکر خلق پولی واقعی باشند تا با این چرخه باطل مقابله کنند. اولین بار در دهه 80 میلادی بود که جنبشی به نام سایفرپانک ها ایجاد شد که هدف آن آموزش افراد برای حفظ حریم خصوصی در دنیای دیجیتال بود. سایفرپانک ها معتقد هستند که حفظ حریم خصوصی با پنهانکاری تفاوت دارد. اریک هیوز یکی از بنیانگذاران این جنبش معتقد بود که حفظ حریم خصوصی لازمه یک جامعه آزاد در عصر الکترونیک است و این لزوماً به معنای پنهانکاری نیست. یک موضوع خصوصی چیزی است که فرد نمیخواهد همه دنیا از آن مطلع شود و یک موضوع پنهانی چیزی است که فرد نمیخواهد هیچ کس از آن مطلع شود. پس تفاوتی عظیم بین این دو مفهوم وجود دارد. رفته رفته افراد تأثیرگذاری مثل جان گیلمور و تیموتی سینی به این جنبش پیوستند و نتیجه آن بیانیه‌ای بود به نام مانیفست سایفرپانک ها که حدود 30 سال پیش منتشر شد و برای اولین بار در آن درباره پولی جدید صحبت شد که علاوه بر حفظ حریم خصوصی و امنیت، برخلاف پول‌های فیات تعداد و ارزی آن نیز محدود باشد و توسط هیچ نهادی کنترل نشود. مانیفست سایفرپانک ها شروع تفکری بود به نام تفکر سایفرپانکی که هر روز بیشتر طرفدار پیدا می‌کرد. آنها در مانیفست خود درباره ایجاد سیستمی امن و گمنام برای ایجاد تراکنش و رمزنگاری دیتا صحبت کردند که اساس شکل‌گیری تکنولوژی بلاکچین امروزی بود. در سال 2008 فرد یا گروهی به نام ساتوشی ناکاموتو با تفکر سایفرپانکی خود پولی جدید خلق کرد به نام بیت کوین که برخلاف پول‌های فیات 7 ویژگی گفته شده درباره پول را با خود به ارمغان آورد. تکامل پول به وسیله ارزهای دیجیتال. تکنولوژی بلاکچین زیرساخت لازم برای ایجاد ارزهای دیجیتال را فراهم کرد. به زبان خیلی ساده، بلاکچین را مانند یک کامپیوتر خیلی بزرگ در نظر بگیرید که سابقه تراکنش‌ها و اطلاعات مهم را در آن ذخیره می‌کند و هر موقع لازم باشد می‌توان به این اطلاعات دسترسی داشت. چیزی که بلاکچین را ارزشمند می‌کند این است که غیر قابل هک و دستکاری می‌باشد. هیچ کس آن را کنترل نمی‌کند. هیچ نهاد یا قدرتی امکان متوقف کردن آن را ندارد. به صورت غیر متمرکز اداره می شود، از شفافیت کامل برخوردار است و همه می توانند از آن استفاده کنند. در عین حال امن‌ترین دیتابیس موجود در دنیای دیجیتال می باشد.
بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال باعث شد تعریف پول برای همیشه دچار تحول شود. برخلاف پول‌های فیات که هیچ کس نمی‌داند چقدر پول در گردش است، ارزهای دیجیتال به صورت شفاف و لحظه‌ای به همه نشان می‌دهند که چه مقدار در چرخه است. برخلاف پول‌های فیات، تعداد ارزهای دیجیتال محدود میباشد و هیچگاه تعداد آنها از حد مشخصی بیشتر نمیشود. مثلا تعداد توکن UVM فقط 1 میلیارد و 804 میلیون واحد است. تراکنش‌های ارز دیجیتال به صورت شفاف به همه نمایش داده میشود و تولید آن توسط نهاد یا شخص خاصی کنترل نمیشود و هر کس میتواند با تهیه دستگاه مخصوصی به نام ماینر شروع به تولید آن کند. ارزهای دیجیتال دیتابیس یا سرور مرکزی ندارند و آنها در سراسر دنیا پخش شده‌اند. پس عملاً امکان از کار انداختن ارزهای دیجیتال وجود ندارد. ارزهای دیجیتال به وسیله بلاکچین رمزنگاری شده‌اند. پس خیال همه راحت است که هیچگاه هک یا دستکاری نمی‌شود. جابجایی ارزهای دیجیتال به صورت نفر به نفر و بدون نیاز به نهاد واسط انجام می‌گیرد. پس حریم خصوصی دو طرف معامله رعایت می‌شود. و در نهایت ارزهای دیجیتال قابلیت ضد تورمی دارند که باعث ارزشمند شدن آنها می شود. مثلا تولید ارز UVM هر سال در تاریخ مشخصی 20% کاهش می یابد. پس با توجه به موارد گفته شده، ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاکچین یک اختراع مهم و زیرساختی اساسی برای ساخت دنیای جدید می باشند. ارزهای دیجیتال آینده اقتصاد دنیا را شکل خواهند داد. پس امروز باید آنها را جدی بگیریم و اطلاعات خود را در مورد این تکنولوژی جدید افزایش دهیم. اولین نسل از ارزهای دیجیتال را بلاکچین های نسل 1 مینامند، مانند بیت کوین، بیت کوین کش، لایت کوین و غیره که هدف آنها ایجاد یک پول جدید بود. اما کاربردهای بلاکچین فراتر از ساخت پولی جدید بود و با ساخته شدن اتریوم بلاکچین های نسل دوم به وجود آمدند که کاربردهای بیشتری همانند ساخت قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیر متمرکز را در اختیار کاربران قرار داد که در قسمت‌های بعدی بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.